چرا مردم دست به اعتراض میزنند؟ چرا مردم دست به تغییر نظام‌های دولتی میزنند؟ چرا مردم تلاش میکنند که این یا اون حکومت رو به استعفا برسونند و حکومت جدید بیارند؟ اکثر مردم یک چیز میخواهند: تأمین امنیت شخصی، که مالم در امنیت باشد، رأیم در امنیت باشد، حیات شخصی هم در امنیت باشد، زندگی آرامتر و آسوده‌تر داشته باشم. ولی وقتی میبیند که یک عده از انسانها با استفاده از چه مقام دولتی هست، از قدرت مالی هست، قدرت نظامی هست، از فساد زدگی سود و مقامات دولتی هست، دخالت به امنیت شخصیش میکنند، دخالت به حریم شخصیش میکنند، رأیش رو میدوزند، تقلب میکنند، مالکیتش رو غصب میکنند، اجازت نمیدهند که مناسک دینیش رو درست انجام بدهد، طبق خواسته های دینی و شخصیش لباس بپوشد، مسجد برود، عبادت کند. وقتی که میبیند این همه تهدیدها به امنیت هایش هست، او تلاش میکند که این عامل ها و سبب های بی امنیتیش رو از بین ببرد. او نمیخواهد که ثبات رو از بین ببرد، او میخواهد که عامل ها و سبب ها رو از بین ببرد. اکثر بی‌ثباتی ها و ناامنی ها از همین با وجود می آیند که مردم در تلاش یک زندگی بهتر، حیاتی بهتر و با امن‌تر هستند. ولی متاسفانه در این مسیر بعضی اشتباهات رخ می‌دهد. من حالا با گفتن این جمله میگذارم به موضوع دوم که گفتیم بحثمون حادثه‌های اخیر کشور هست، آوازه‌ها هست، بحث میتینگ هست و یک ربط بین موضوع اول، این امن و ثبات در یک جامعه و پیدایش این گونه آوازه‌ها یا تلاش برای برگزار کردن این گونه میتینگ ها چه ربطی وجود دارد. ما میگیم وقتی که در جامعه امنیت هست و ثبات نیست، مردم احساس بی‌ثباتی میکنن، همیشه تلاش میکنن که یک تغییرات در جامعه با وجود بیاید. ولی گاه انسان ها با داشتن هدف خوب، برنامه خوب، نیت نیک، راه را نادرست انتخاب میکنن، مسیر اشتباهی است و به جای آنکه به هدف برسن، یعنی اصلاحات را تامین کنند، جامعه را به یک زندگی بهتر برسانند، نتیجه چی می شود؟ بی‌امنی بیشتر، بی‌ثباتی بیشتر و بحران‌های نو به نو اضافه می شود به اون بحران‌هایی که تا امروز داشتیم. 10 اکتبر یک هفته قبل، دقیقاً یک هفته قبل، روز جمعه گذشته، تمام جامعه ما گرفتار اون آوازه‌ها شد و همه آماده بودند، انتظار داشتند که حتما یک اتفاق در تاجیکستان خواهد افتاد. چرا؟ برای آنکه توسط شبکه‌ها، توسط رسانه‌های خبری و دیگر وسیله‌های رساندن آوازه‌ها و خبرها که بیشتر از طریق مردم میرسد، جامعه رو آماده کردن. حتی امام خطیبای محترم ما هم در این معرکه پهن کردن آوازها سهم خوب داشتن. از آن کسانی که از گروه 24 درک نداشت، خبر نداشت، اونها هم توسط امام خطیبها روز جمعه از این مسئله آگاه شدند و همه را یک حالت بی‌ثباتی فرا گرفت. من تاکید میکنم حالت بی‌ثباتی. امنیت هم امان داشتیم، در پس هر یک دیوار و هر یک درخت یک مسئول مقامات قدرتی بود. هممون تقریبا تبدیل شده بودیم به نفرانی که باید امنیت رو تامین کنیم. هر کدامون میخواستیم امنیت خانواده‌مون رو تامین کنیم، فرزند رو تامین کنیم، مال و مالکیت رو تامین کنیم. مقامات دولتی میخواستن امنیت دولت و کشور رو تامین کنن، ولی هیچ کدام ما ثبات نداشتیم. راضی هستید به همین گپ؟ امنیت داشتیم ولی ثبات نداشتیم. چرا؟ برای آنکه این امنیتی که ما و شما داشتیم در اساس همدیگر فهمی، مکالمه، واقعیت ها نبود و بعضی مقامات، بعضی شخصیت ها خواسته یا نخواسته این حالت بی‌ثباتی رو باز بیشتر کردن.